اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبلی 5 آیت اولی سوره بقره تفسیر شد. به نظر من رسید که چند مطلب هست که مربوط به همین 5 آیت است. تفسیری 5 این آیت است که من یک کمی در این جلسه میخوام بیشتر روی آنها بحث کنم. و آن این که ما در جلسه قبل گفتیم که خداوند میفرماید که قرآن هدایت است برای متقین، تقواداران، پرهیزگاران. پرهیزگاران چه کسانی هستند؟ خب گفتیم ایمانی به غیب دارند، نماز برپا می‌دارند، انفاق میکنند، به کتاب‌های آسمانی ایمان دارند، به روز آخرت یقین دارند. سپس خدا فرموده است اولئک علی هدی من ربهم، اینها در هدایت خدا هستند. سوالی که گفتیم مطرح می شود این است که خب اینها که اگر متقین که پرهیزگار هستند و با چنین اوصافی دارند و خدا هم گفته است که در هدایت خدایند، خب پس قرآن فقط هدایت اینهاست، هدایت دیگران نیست. یک سوال دیگر این بود که خب اگر اینها هدایت یافته هستند بعد چه نیازی هست که قرآن باز اینها را هدایت کند؟ ببینید مطلب از این قرار است. همان طوری که در جلسه قبلی عرض شد، انسان اگر از بدوی آغاز تولد به خودی خود گذاشته شود، در پیش راهی او هیچ مانعی وجود نداشته باشد، او سرشتش به گونه است. خداوند او را به گونه آفریده است که خدا یاب خواهد بود، به پیامبران ایمان خواهد آورد. منظور از پیامبران یعنی ایمان خواهد آورد که خداوند کسانی را میفرستد، همچنین به آخرت ایمان دارد. اما یافته فطری برای هدایتی، یعنی برای رسیدن انسان به کمال نهایی و مطلوبش کافی نیست. قرآن است که اینجا دست انسان را میگیرد. اگر سوال شود که خب اگر اینها با فطرت و عقل خدادادی راه خود را یافتند، چی نیازی بود که قرآن خدا بفرستد و بعد آنها را باز هدایت کند، شریعت نازل کند؟ پاسخی تفصیلی این سوال، این اشکال این است. من با ذکر چند نمونه از تاریخ با این پرسش پاسخ میدم. نگاه کنید، بودا که دوستان شنیده اند، بودا که به تعبیر پیامبر هندویان است، بوداییان است. بعضی ها بر این باورند که این بودا خب پیامبر بود، منتها در کتاب از او ذکر یاده نشده است. بالاخره ما 124 هزار پیامبر داریم، شاید یکی از آن پیامبران اون باشد و با مرور زمان دینش، تعلیماتش تحریف شده است. یعنی امروز بوداییانی که میبینیم شاید در اصل اینها تو راه حق بودند. این یک دیدگاه. اما بعضی از دیدگاه ها میگن که نه، بودا پیامبر نبود، اما انسانی کاملی بود. انسانی بود که راهش را پیدا کرده بود، به یک درجه از خودسازی رسیده بود، احساس کرد که مردمان را هدایت کند. آنچه درست به نظر می رسد
دیدگاهی دوم است. یعنی بودا شاید پیامبر نبود، اما با همان هدایتی که ما درس پیشین گفتیم، همون هدایت فطری، هدایت درونی، به یک جاهای رسیده بود. یعنی بلا شک پیش خودش به یک غیب ایمان داشت، باور داشت، یقین داشت، یک مراسمی را به عنوان عبادت انجام میداد و خودش را به عنوان یک راهنما و هدایتگر میدانست و مردمان را راه نشان میداد. در این شکی نیست. اما چرا در تعلیمات جناب بودا یک انسجام و هماهنگی دیده نمی شود؟ مثل شریعتی مثلا اسلام یا شریعت یهود، البته شریعت یهودی تحریف نشده، یا شریعت حضرت عیسی مسیح آن که تحریف نشده است، مثل اون نیست. علتش این همین نکته‌ای که گفتم، انسان برای انسان تنها هدایت فطری و آنچه که ضمیر انسان به او میگوید کافی نیست. در مورد خدا فطرت، غایت چیزی که فطرت میگوید خدای هست، اما اینکه این خدا کیست، صفاتش کدام است، دیگر انسان، عقل انسان، خرد انسان توانایی درک صفات و ذات او را ندارد. در اینکه ذاتش را ندارد بحثی نیست. حتی اگر پیامبری نبود، قرآنی نبود، ما صفات خدا را حتی نمیتونستیم بشناسیم. تصوری ما از خدا یک تصوری خیلی مبهم بود، پیچیده، مبهم بود. یک خدایی هست، اما اینکه خدا کیست، رابطش با ما چگونه است، صفاتش چیست، از این هیچ آگاهی نداشتیم. با خیردی ما، یعنی خیردی ما در درک این مطالب دیگر توانایی ندارد. این جناب بودا خدا را همچنین یافته. الان تعلیمات بودا رو نگاه کنید. بودا را حتی در تعلیماتش یا تعلیمات عجیب و غریبیه، میگه خدا، در تعریف خدا میگویند خدا یعنی روحی عالم. همانطوری که ما اعتقاد داریم انسان از جسد و روح ترکیب شده است، در تعلیمات بودا هست که این جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، این زمین، عالم ماده، این تن و روحش خداست. ببینید یک تصورات خیلی غلط. اما در دین ما وقتی قرآن نازل شد یا از زبان پیامبر شنیدیم، خدا را همان طوری که هست تعریف کردند. و وقتی هم تعریف شد، چون ما در فطرت، یعنی با آنچه که در فطرتی ما هست منسجم یافتیم، هماهنگ یافتیم، آن را تصدیق کردیم. اینکه قرآن میگوید قل هو الله احد، خداوند ذاتی یگانه است، الله الصمد، ذاتی بی نیاز است، لم یلد، خدا ذات است نه تولد کند مثل ما، ولم یولد، نه ذات است که از کسی تولد شده باشد. یعنی یک ذات ازلی و ابدی. برای خداوند اول و آخری نیست. ولم یکن له کفوا احد، خدا هیچ همتایی ندارد، نظیری ندارد. خب اینو قرآن گفت. ما کی شناختیم که خداوند یگانه است و بی نیاز است و ذات ازلی و ابدی است؟ آیا با فطرت دریافتیم؟ آنچه فطرت به ما میگوید اینکه خدای هست، اما اینکه این خدا کیست، چی صفاتی دارد، اینا برای ما قرآن گفت. ببینید هدی للمتقین، قرآن هدایتی پرهیزگاران است. اشکال نشود که پرهیزگار اگر پرهیزگار است و در راه خدا هست، دیگر چه نیازی هست که قرآن بیاید و راه هدایت کنه؟ خب در اینجا، در این معارف دیدید، در اینجا اگر
قرآن نباشد، پیامبر نباشد، پیامبر از سوی خدا فرستاده نشده باشد، ما نمیتوانیم شناسیم.